سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 29 می همراه شما. رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید جوانانی که با بهانه جهاد به جنگ‌های خارجی میروند گمراه شدند. سید مکرم عبدالقادرزاده در خطبه نماز جمعه روز 29 می در دوشنبه با مراجعت به صدها جوانی که برای ادای نماز آمدند گفت آنهایی که در کشورهای خارجی می‌جنگند مسلمان کشی می‌کنند و کارشان مخالف تمام قانون‌های شریعت است. خداوند دوست نمی‌دارد انسانی که با عداوت و با خونریزی و با دشمنانگری و با اینجا و اونجای دولت‌های اسلامی و مسلمانشی برای خونریزی دعوت می‌کند. خداوند هرگز اون را دوست نمی‌دارد. رئیس شورای علمای تاجیکستان در این باره 2 روز بعد از آن صحبت کرد که گلمراد حلیموف فرمانده نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک نوار ویدیویی گفت به صف تندروان گروه دولت اسلامی پیوسته است. ویدیوی صحبت او در کشور نامعلوم روز 27 می در اینترنت نشر شد. مقامات تاجیکستان گفتند که برای تحقیق قضیه ناپدید شدن فرمانده سابق نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی کمیسیون مخصوص تأسیس دادند. در تاجیکستان تمایل پایین آمدن قرب دلار آمریکایی ادامه دارد و روز 29 می $1 را به 6 سومانی و 20 دیرم عوض می کردند. عین زمان ارزش روبل روسی پایین تر می آید و در این روز 1000 روبل روسی با 104 سومانی عوض می شد. وقتی که دلار بلندتر بود، نرخ دلار بلندتر بود، خریداران مشتریان کمتر دلار معده می کردند. وقتی که اوضاع پست شدگی است، بیشتر دلار آزمایده کرده ایستادند. خریداران بیشتر دلار زیاد شدگی در معاملات. با گفته بانک ملی تاجیکستان افزایش انتقال پول مهاجران از روسیه سبب پایین آمدن قرب دلار و تا اندازه معتدل شدن قرب سامانی شده است و عین زمان آنهایی که ارزی خارجی دارند منتظرند دیگر باره قرب پولشان بالا برود و سپس سامانی بگیرند. روسی دارم واسه این قربی که اوزی هسته вообще دلم نمیشه که معده کنم. چه این پول روسیه معده کنم خوبتر از بانک قرض میگیرم یا دیگه اون با مؤسسه دولتی قرض میگیرم بعد وقتی قرب دلار خیس رو میتونم معده کنم. یک ماه پیش قرب سامانی در برابر دلار به شدت پایین رفت و $1 را با 6 سومانی و 60 دیرم عوض می‌کردند. بالا رفتن قرب دلار در تاجیکستان عمدتاً سبب قیمت شدن نرخ مال و مواد می‌شود. دانشمندان تاجیک میگویند تقریباً 10 نوع انگور در تاجیکستان در ورطه نابودی قرار دارد. عالمان مرکزی بیوتکنولوژی دانشگاه ملی که بهترین نوع‌های انگور در تاجیکستان را جمع‌آوری می‌کنند، گفتند از جمله شکر انگور، صاحبی و دیل کفتر تنها در بعضی از محله‌های تاجیکستان ماندند و در صورت بی‌اعتنایی به پرورش این نوع انگورها ممکن است این انگورها کاملاً از بین بروند. در تاجیکستان به گفته دانشمندان بیشتر از 100 نوعی انگور وجود دارد. خیرالله مدیسویف خبرنگار شبکه اول تلویزیون تاجیکستان را که ماه اپریل با اتهام گرفتن رشوه دستگیر شد آزاد کردند. یک منبع در آژانس مبارزه با کروپسیا روز 29 می به رادیو آزادی گفت خیرالله مدیسویف برای قانون شکنیش 42,000 سومانی جریمه شد. خبرنگار تاجیک را برای میانجیگری در یک معامله غیر قانونی برای گرفتن زمین خانه‌سازی دستگیر کردند. او یکی از خبرنگاران سابقه‌دار تلویزیون دولتی تاجیکستان است و 20 سال در این مؤسسه کار کرده است. نمایندگان شرکت‌های سیاحی تاجیکستان و ترکمنستان در نشست در دوشنبه راه‌های همکاری و جلب مردم به تماشای کشورهای یکدیگر را بررسی کردند. نمایندگان کمیته جوانان و ورزش و سیاحی به رادیو آزادی گفتند مقامات ترکمنستان با مکانهای دیدنی و شرایط مهمانداری در تاجیکستان آشنا شدند تا برگشته هموطنان خود را به سفر به تاجیکستان تشویق کنند. به خاطر گرفت سیاحون، به خاطر جلب سرمایه خارجی دو جانبه و به خاطر تامین اشتراک فعالانه شرکت‌های سیاحی دو دولت در بازآموزی بازار توریستی دو جانبه امروز در شهر دوشنبه نشست شرکت‌های توریستی تاجیکستان و ترکمنستان با دعوت به وسطای جنوبی تاجیکستان دور گردیده ایستاده است. و گفته مقامات تاجیکستان سال 2014 بیشتر از 63,000 سیاح خارجی به دیدن کشور آمدند. هرچند در دانشگاه‌های تاجیکستان 100 نفر از دانشجویان ترکمن تحصیل می‌کنند، اما شماره سیاحانی که از ترکمنستان و تاجیکستان می‌آیند زیاد نیست. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه‌های ما در
فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.